اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسول الله. برادران عزیز مهربان، وصیت‌های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، سیوم وصیتی جناب رسول الله را برای شما پیشکش میکنیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این سیومین وصیتش برای ما و شما وصیت میکند که نفرساندن به مسلمان ها. راوی این حدیث جابر ابن عبدالله رضی الله عنهماست که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلیفعل. جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک گفتند: کدامی از شما قدرت و توانایی یاردم کردنی برادرش را داشته باشد، پس برادرش را یاردم بکند، پس یا برادر خود را کمک بکند، برادر مسلمان خود را یاردم بکند. ببینید برادران عزیز مهربان، در این سیومین وصیت جناب رسول الله ما و شما را فرمان میدهد، ما و شما را امر میکند که ای بنده، امروز تو در این دنیا اگر قدرتی یاردم کردن، قدرتی نفع رسانیدن برای برادرت داشته باشی، پس تو یاردم بکن. پس تو در این دنیا برادر خودت را، برادر مسلمان خودت را، برادر با ایمان خودت را یاردم بکن. البته تو صاحب جنت میشوی. البته الله جل جلاله از تو ای بنده راضی و جناب رسول اکرم که فرمان دهنده این سخن است، ای بنده از تو راضی می شود وقتی که تو برادر خودت را یاردم میکنی. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.